فرق بین دستگاه حفار تونل و روت هدر چیه؟ روت هدر برای حفاری در سنگ‌های خیلی سخت ساخته شده، جایی که دستگاه‌های TBM معمولی نمیتونن خوب عمل کنن. اما بدترین کابوس مهندسا موقع تونل زدن سنگ سخت نیست، بلکه برخورد با لایه‌های آبداره. اونجاست که آب پرفشار از شکاف‌ها بیرون میزنه و کل پروژه رو به هم می‌ریزه. در سوئیس مهندسا باید یه تونل 1400 متری رو با شیب 45 درجه برای یه سد برق آبی حفاری می‌کردن. بزرگترین چالششون ثابت نگه داشتن روت هدر روی اون شیب تند بود. اول 800 متر رو با انفجار جلو رفتن، بعد دستگاه رو وارد کردن. ولی وقتی به لایه‌های آب رسیدن، تونل شروع به آب گرفتگی کرد. برای کنترلش سوراخ‌های حفاری کردن و داخلش بتون رزینی تزریق کردن تا شکاف‌ها بسته بشن. روت هدر از 6 بخش متصل به هم تشکیل شده: دریل‌ها، پمپ بتون، سیستم کنترل، ترمزهای هیدرولیکی با مخزن نیتروژن پشتیبان و غیره. حرکتش مثل یه 1000 پا میمونه، آروم و دقیق جلو میره، در حالی که بازوهای هیدرولیکی جهت سر برش رو تنظیم میکنن. این دستگاه به برق کار میکنه و در هر ساعت حدود 8000 کیلووات انرژی مصرف میکنه تا تونل رو پیش ببره.